دکتر فهمی هستم. در ولایت کابل تولد شدیم و در مکتب لیسه عالی محمود طرزی کوشش کردیم درس و تعلیم به پایان برسانیم که خوشبختانه امتحان کنکور داده و پانتون طبی کابل استوماتولوژی کامیاب شدیم. با همه مشکلات ما دست پنجه نرم کردیم و تحصیل خودم به پایان رساندیم. بعضی کسا هستند که از اقتصادشان امیر ایجاب میکنه که باید هم درس بخونن هم جایی باید کار بکنن. ناامید نباشن، انشالله خداوند بزرگ است. خوشبختانه ما در قسمت دندان پیشرفتایی داشتیم. زمانی که ما ارتودنسی میکردیم سابق مجبور بودیم بعد قالب‌ها پاکستان روان بکنیم و یا مریضای ما مراجعه بکنن به پاکستان که جلوگیری از او کار شده و دیگه در صدد از این هستیم که از این قدم بالاتر ماشینا و وسایل وارد بکنیم به افغانستان تا مریضایی که داریم به کشورهای همسایه مراجعه نکنن و پولی که در جو گزاف تادیه میکنن اما اقتصاد خود ما را بالا ببریم. نظر به شناختی که خودم از دکتر صاحب دارم و امروزشان 2 سال کار کردیم، میتونم بگویم که یکی از مجربترین و پرکارترین دکترهای در سطح افغانستان هستند. برای ما و دیگر همکارای ما دکتر صاحب فهمی یک الگو است، بر ما مثل یک استاد است که امروزشان همیشه کار میکنیم و بسیار چیزا ازشان یاد گرفتیم. فعلا در شرایط افغانستان بر ما زمینی کار فراهم ساخته و بسیار ازشان راضی هستیم. طرفدار از این هستیم که از افغانستان بریم. امی خوشحال هستیم که خدمت به مردم خود میکنیم. با وجودی که در اون ممالک چقدر وسایل پیشرفته و چقدر تجهیزات که دارن، بازم اعتبار افغان ها بالایشان هست. میان اینجا با افغان خود تداوی خود انجام میدن. در قدم اول دکتر باید اخلاق داشته باشه که اخلاق تبابت میگن، یعنی نژاد، قوم، ملیت، سرخپوست، سفیدپوست اینا رو در نظر نگیرن. کار بکنن که با پول کم مریض تداوی بکنن، کوشش زیاد داشته باشن که تداوی را با بسیار وضع احسن چین خدا را حاضر دیده و کار بکنن به مریض که خدای نخواسته از تبابت تجارت جور میکنن. آرزوی ما این است که بخیر مکتبا و برای خانم‌ها البته باز شوه، وظیفه برن، تعلیم و تحصیل کرده بتانن. اگر به این حالت پیش بره آینده ما صفر است.